با فرا رسیدن فصل بهار و نوروز خجست‌پای هم قدومش را به دیار آفتابی ما می‌گذارد و با خود یک قطار از عنعنه‌های نیاگان را می‌آورد. همساله در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان نوروز را با تمام شکوه و شهامتش جشن می‌گیرند. سلام دوستان عزیز، ما آمدیم به ناحیه واسه، زیرا امروز مردم سربلند ناحیه واسه تنتنه نوروز دارند و ما کوشش میکنیم که هر آنچه که مردم ناحیه واسه برای برگزاری نوروز آماده کردن برای شما انعکاس کنیم. این فضای ادانه را ساکنان جماعت به نام میرعلی محمد علی ناحیه واسه تشکیل کردند. اساساً امروز مردم به تماشای مسابقه گوشتین ملی آمدند، ولی قبل از شروع میدان پهلوانی ما خواستیم با پیران کار و مادران کدبانو که برای مهمانان و پهلوانان خوراک‌های ملی آماده می‌کردند از مهمیت نوروز پرسان شویم. من نظر و زیباگل صاحب 11 فرزند 34 سال میشه در دهه با تمام بچه‌های جماعت کار و فعالیت دارم همچون رئیس محله. امروز ما میندارگی خود رو برای رئیس جوان سید علی میرزاعلی میگه که ما مادرها رو حرمت احترام میکنن، در کجای چورابینی میشویم میاییم چورابینی ها را میزگرونیم. ما شکرانه جناب عالی را داریم که همچون مادرها را حرمت احترام میکنه. امروز ما هم در صف جوان مردا در کجای کار و فعالیت باشه میریم. پروردگار همین نوروز ما نه به تنی صحت به وقت خوش به عمر درازی با برکت دائما تاجیکستان دستارخونی پر داشته باشه، فرزند سرجام داشته باشه، سعادت‌های به خدمت میرفتگی قهرمان داشته باشه، پهلوانای جوان پروردگار پشت زمین نبینه، همه سالمون همه خیلی نوروز باشه بچم. خوش آمدید میگیم خوب. چون میدونیم در همین عرفه جشن نوروز در هر منطقه ها خوراک‌های گوناگون میشوند. معمولترین خوراکی که در فصل نوروز در ناحیه واسه معمولتر از چی است؟ آش بریده میکنیم، گندم جوش میکنیم، دالده میکنیم. هر یک زنی که چه هنری دوره بچم با کلچه و با کلمه و با چپاتی ما با دستاویز آمده ایم به این جشن. هم علف بهاریه، هم زیب زینت نوروز و بهار همین قطوهای. با خب محقولن همه اوقاتای ما که هر یک بهار در جشن میگیریم، بسیار اطلاع و دالده میکنیم. سلامت باشین. خب ما آرزومندیم که امروز تنتنه‌های نوروز مردم ناحیه واسه خوب و خاطرمان صورت میگیرد. طبیعی است که در ایام نوروز از گیاه و علف‌های طبیعی بانوان تاجیک خوراک‌های گوناگون آماده می‌کنند و امروز هم به طور رایگان خانه مردم این منطقه برای همگان باز بود. در چهره خرد و بزرگ جماعت میرعلی محمد علی تبسم و مهربانی دیده می‌شد. از قدیم الایام به ما معلوم است که جشن نوروز را خلق فارس و تاجیک پیشواز می‌گرفتند با بزکشی‌ها، گوشتین‌های ملی تا به امروز آمده رسیده است. خلق تاجیک یکی از بزرگترین خلق‌های می باشد که عنعنه‌های ملی خود را تا حال گم نکرده است. بنابر همین باید جوانان ما از گذشتگان ما عبرت گرفته همین رسم و آیین را تا به آخر یعنی پیشواز گیرند، جشن گیرند. این جشن‌های امروزه که ما جشن گرفته ایستاده‌ایم شکرانه استقلالیت جمهوری تاجیکستان که تنج و امانیم تا به این روز به ما آمده رسیده است. چون بالاتر گفتیم نقطه اساسی چورابینی امروزه میدان پهلوانی بود که مخلصان و دوستداران این رشته اجدادی از سرتاسر کشور به تماشای رقابت پهلوانان آمده بودند. شهرت و شهامت و جذابیت میدان گوشتین ملی را در جماعت میرعلی محمد علی همگان به خوبی درک نمودند. در آغاز مسابقه گوشتینگیری رئیس ناحیه واسه جمشید شریف زاده سخنرانی نموده نوروز بین المللی را به همگان شادباش گفت و از جهانی شدن گوشتین ملی نیز یادآور شد. پیش از آغاز رقابت‌ها از جانب تشکیل کنندگان چورابین امروزه همچون عرض احترام به یک قطار از استادان و سابقه‌داران و پهلوانان موفق کشور که در مقیاس جهان ملت ما را معرفی کردند در نزد هزارها مخلصان تحفه‌های خاطروی سپاریده شد. همین طریق با دعای پیران کار رقابت پهلوانان آغاز شد. چون ما از پهلوانان پیشین در مورد مهمیت گوشتین ملی و چنین مسابقه ها پرسان شدیم، خیلی اندیشه های خوب گفتند. گوشتین های میدانی همه وقت زیر نظاره سابقه‌داران و
آن نفرانی که تجربه خوب دارند در گوشتین ملی هستند و امروز چون ما مشاهده کردیم سابقه داران زیاد اینجا برای دستگیری پهلوانان جوان آمدند و ما فرصت داریم که با یک از سابقه داران رشته گوشتین ملی سخن کنیم که واقعا هم حضورشان امروز میتواند که به جوانان یک روحیه دیگر بخشد. استاد سید مراد دولتوف یکی از نفرانی هستند که پیوسته در گوشتین های میدانی شرکت میکنند و امروز از همان عنعنات نیاگان بیاید بگوید که نسل نو چگونه ادامه داده ایستادند. باور کنید هر سال ما نوروز خوجسپای رو انتظار میشویم، شب‌های بیخوابی میکشیم. امروز ما به مقصد اساسی رسیدیم که امروز در ناحیه واسه گوشتین ملی برپا شده ایستاده است. اولا بگویم که در اینجا سرشوی گوشتین بسیار معقول است. همه او کارهایی که لازم بود به درجه عالی کرده ایستادند. داوری خوب کرده ایستادند. گوشتینگیرها از تمام جمهوری تاجیکستان از ونج و مشاه و ریگر و کلوب در اینجا شرکت ورزیده ایستادند. خوب، من میخواستم که در مورد همون تحفه هایی که به غالبان داده می شود تفاوت با سالهایی که شما گوشتینگیری میکردید. او دوره بود که ما دیده بودیم برای یک صابون گوشتین میگرفتن، برای یک موزه گوشتین میگرفتن. حاضر بینید مکافات ها رو، چقدر مکافات های عالی. آدم ها سخی شدن، آدم ها سخاوتمند شدن. ما بگذار که همه آدم هایی که دارنده است با مثل انامین جوانان ناحیه واسه سخاوتمند باشند و انامین خیلی معرکه ها رو برپا کنند. نوبت اول میدانداری مسئولین در اختیار نورساند به پهلوانان جوان گذاشتند. یکی از مهمیت این میراث اجدادی در آن است که همه جوانان امکان وارد شدن به میدان را دارند، مخصوصا در جشن نوروز که اشتراک آزاد است و دلخواه نفری که زور و بازوی پهلوانی دارد هنر خود را نشان می‌دهد. مسئولین ورزش ناحیه واسه به خاطر رواج دادن این میراث اجدادی برنامه‌های ضروری را روی دست می‌گیرند. گوشتین ملی یکی از عنعنه‌های نیاگان ملت تاجیک به شمار می رود و همه ساله طبق نقشه چهاربینی‌ها در تمام جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه مسابقه‌های گوشتین ملی و همچنین طبق نقشه چهاربینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گوشتین ملی دهه و دهه محل به محل بین جوانان محله‌های جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه برگزار کرده می شود و مقصد داریم که چنین مسابقه های ورزشی را باز هم زیادتر برگزار نماییم و توانیم که بهترین ها را از این نمود ورزش جمع آوریم و برای معرفی نمودن ملت تاجیک در عرصه جهانی معرفی سازیم. یادآور می‌شویم که برای غالبان میدان امروزه در برابر دیگر مکافات‌های ارزنده همچنین 2 افته به صفت شاه جایزه تأسیس داده شده بود که این هم از قدرشناسی نسبت به هنر پهلوانان میباشد. با آهستگی میدان نبرد گرمتر شده، پهلوانان شناخته روی گله میبرآمدند. فردوس نسیموف، سعیدشاه رحمت‌اللهیف، حیدر سید کبیرزاده، صفی‌الدین خلیلزاده، بهرام صوفیوف، آدم افروز عبدالرحمنوف و دیگر پهلوانان کشور با هنرنمایی‌شان خاطر مخلصان را شاد گردانیدند. خوب دوستان عزیز، در گوشتین سنتی همین گونه یک عنعنه است که با قول توق میپرتایند در بین میدان و پهلوان ارزنده آمده انا همین توق را میگیرد و اون نفری که خواهشمند است آمده در بر پهلوان می نشیند. عین حال توق دوم را صفی‌الدین خلیلزاده گرفته است که منتظر حریف خود است. خب با فرصت داریم که چند لحظه با صفی‌الدین صحبت کنیم. من در چمپیونات جمهوری تاجیکستان گوشتینگیری سزاوار جای اول شدم. در این گوشتین سنتی ما در اینجا اومدیم و چون که ببینید عنعنه گوشتین ملی توق میباشد که من آن را صاحب شدم و حریف خود را انتظارم. خب اکنون همین گوشتین های میدانی تا کجا در کسبیت شما تاثیر گذاشته؟ ما از این گوشتین های سنتی میدانی کلان شدیم، آب و تاب یافته و به مسابقه های جمهوری و بیرون از جمهوری اشتراک کرده و سزاوار جایهای نمایان گشتیم. اکنون جهانی شدن گوشتین ملی برای
بیشتر کردن کسبیت شما چه تاثیر میرساند؟ گوشتنی ملی امسال گوشتنی جهانی گشت که بین المللی گشت که ما خیلی خرسند شدیم که گوشتنی ملی تاجیکی ما به سطح بین المللی رسید. اما مشق‌های آینده مشق‌های خود را دوچند کرده و در مسابقه‌های گوشتنی ملی چمپیونات‌های جهان چمپیونات‌های آسیا اشتراک کرده و سزاوار جای اول گردیم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. سلامت باشین، به شما موفقیت. بهرالدین اکراموف از ناحیه رودکی برای صاحبی کردن طبق با صوبیدین خلیلزاده اندرین میدان شد. مخلصان از هنرنمایی این دو پهلوان حلاوت بردند. بعد از گذشت تقریبا 5 دقیقه صوبیدین خلیلزاده از تجربه غنی خود استفاده برده با امتیاز حلال رقیب را تسلیم کرد. سعیدشاه رحمت‌اللهی پهلوان میزبان که سالهای آخر هنر خوب نشان می‌دهد در دور اول نیروسنجی‌اش را مساوی کرد و در مبارزه بر مقابل موسی غنیف بعد از تلاش‌های دور و دراز پیروزی به دست آورد و مرحله‌های بعدی رفت. مخلصان باشند طرفدار گوشتنی خوب میباشند. همه شما را به عید نوروز تبریک و مبارکباد گفته خوش آمدین میگیم. رحمت به تشکیل کنندگان همین مسابقه به حد حساس، به حد گوشتنی آزاد شفاف رفته ایستاده است. با همه پهلوانان موفقیت طلب میکنیم. امروز ما با طرفداری با مخلصی تمام پهلوانانی که نظم میگیره اومدیم. نه که بسیارتر مخلصی سعیدشاه رحمت‌اللهی دو غلبه کرد، ان شاءالله باور داریم با غلبه میکنه. با همه پهلوانان موفقیت طلب میکنیم. گوشتن‌های دورهای پیش به حد سالیمای عادی بود. برای یک قلم، یک کرته، یک چی نکی آر و ناموس داشتن تا بگره میگرفتن. حاضر 100 بار شکرانه تینجی امانی سیاست درستی حکومت هم سالیم های بخوات هم گوشتین پیش رفتگی است. به محابا گفتن ممکن است که سرمخلص‌ترین نوع ورزش در کشور گوشتنی ملی اجدادی می باشد. اثبات این گفته ها محیط میدان امروزه است که نزدیک 40,000 مخلصان جمع آمده بودند. وابسته به نام و مرتبه پهلوانان متصدیان چهاربین امروزه مکافات های ارزنده تأسیس داده بودند. هنرنمای عالی فردوس نسیموف باعث شد که صاحبان میدان автомاشین اول را به نام او گذاشتند. همین طور بالاجان پهلوان از ناحیه واسع طلب با فردوس گوشتین گرفتن را کرد. با قبل راویان میدان هر دو را دعا دادند و وارد رقابت نمودند. چون اگر با قد و بست و جثه هر دو پهلوان نظر کنیم قریب که برابرند، ولی اینجا همان غالب میگردد که کسبیت بیشتر دارد و در میدان خود را نشان میدهد. مخلصان نیز از اون هنرنمای این دو پهلوان با وجد آمده دستگیری میکردند. با دست آوردن شاه جایزه کاری سهل و ساده نیست. از همین خاطر هر دو پهلوان خیلی تلاش کردند، ولی رقابت قریب 1 ساعته آنها مساوی جنبست گردید و автомاشین صاحبش را پیدا نکرد. یا متر چی تامیر 4 بلاک میکرد، 4 بلاک یا بلاک شمیمون. حاضر بینن که هیچ قدر پیشروی در گوشتنی ملی. ای مردمی تماشابین ما باید بیدار شویم. پهلوانای بهترین باید از ما برای. برای چی؟ برای که شرایط ما حاضر هیچ قدر شرایط بهترین تمام گوشه و کنار تالارهای ورزشی است. شرایط مایا قدم ما دوگو هستیم که پهلوانای ما دست بالا باشن. تینجی همونه همی خیلی دوی ما باشه و صلح و ثبات همین پادشاه ما را خدا عمر دراز بده. حیدر سعیدکبیرزاده از ناحیه بلجوان میدان امروزه را با پرتاب‌های جالبش زیب دیگر میبخشید. هدف او رسیدن به شاه جایزه است.
خب دوستان عزیز، حیدر سید کبیرزاده از جماعت شوگناوی ناحیه خواهلین کلکای 3 رقیب خود را تسلیم کرد و رقابت های ادامه دارند. حیدر به همین تمام یا که ادامه میدید باز؟ سلام خود را با مردم جمهوری تاجیکستان میرسونه و تمام مردم جمهوری تاجیکستان را نوروز بین المللی را تبریک مبارکباد گفته بگذار در تمام خاندان جمهوری تاجیکستان شادی و خرسندی باشد. ما اینجا گشتین گرفتیم با 3 حریف خود غالب آمدیم و نه ما دوام میتیم تا دوره نهایی رو و امید داریم که در شاجازت با حریف خود دست بگیریم باشیم. به خاطر هنرنمایی کردن در همین گونه گوشتین های سنتی تو چی فکر داری؟ تمرین های پیوسته کمک میکند یا که در خون وجود باشد باید پهلوانی؟ البته این تمرین رو طلب میکنند و ما هم تمرین های خود رو بسیار خوب گذراندیم و تیاری با این نوروزی های گوشتینگیری بین المللی و گوشتین های نوروزی تیاری خوب دیده و برآمدهای خود رو نشون میدیم. سلامت باشین. امیدواریم که در اینجا شما تو با شاه جایزه حرکت میکنید. دوستان عزیز، امیدوار میشیم که چند روز پیش در قهرمانی تاجیکستان ناید به گوشتینگیری حیدر سید کبیرزاده مقام دوم رو اشغال کرد و امیدواریم که در اینجا هم برای تمام مخلصان یک هنر خود را نشان میدهد. در مجموع مخلصان و راغبان گوشتین سنتی امروز شاهد رقابت‌های ارزنده و دیدنی گردیده از هنرنمای پهلوانان لذت بردند. موسیقیدان روزگار دیده با یک میل زیاد پهلوانان را دستگیری می‌کردند و از آنها امید فتح قله‌های بلندتر را دارند. همین طریق برای شاه جایزه اول که فردوس و بالاجان صاحبی کردند نتوانستند به نام سیدشاه رحمت‌اللهیف از واسه و فضل‌الدین عبداللهیف از بلجوان گذاشته شد. فضل‌الدین سالهای زیاد است که در میدان‌های پهلوانی هنرنمایی می‌کند و سیدشاه باشد طول 3-4 سال اخیر از خود درک داد. در مجموع تلاش و مبارزه هر دو پهلوان چندان طولانی دوام نکرد. بعد از پیدا کردن یک فرصت مناسب سیدشاه رحمت‌اللهیف حریفش را به تخت پوش افکنده شاه جایزه اول را صاحب شد. اکنون غالب شاه جایزه اول معین شد. میزبان این میدان سیدشاه رحمت‌اللهیف آن پهلوانی که واقعا سالهای اخیر در میدان‌های مردمی هنرش شایسته است و مردم دوستش می‌دارد، امروز توانست با شکست دادن حریفان اکنون صاحب شاه جایزه شود. خوب سیدشاه، میزبانی کردن در نزد مخلصان در نزد میدان خود چی بخشید به تو؟ با همه شما معلوم است در ناحیه ما خیلی گوشتین‌های خوب می‌شود، مسابقه هم خیلی زیادتر شوند، بچه‌های خوب هم خوبی جدی می‌بینند، تیاری‌های خود را جدی می‌بینند، کوشش می‌کنند که ایما دوباره خوبتر زورتر شوند. امروز دستگیری مخلصان را چگونه احساس کردید؟ مخلصان خیلی خوشحالم که مخلصان ما را دستگیری میکنند. با شورتر گوشتین بگیریم. تیاری‌های ما خیلی خوبتر بود. ما میدانستیم که در ناحیه ما خیلی گوشتین خوب میشود. ما برای ما مشق‌های خودمون خوبتر کرده امروز خیلی شروع نرمایی کردیم.
дар маҷмӯъ гӯштини ҷамоати миралӣ маҳмадалӣ ноҳияи восеъ як майдони паҳлавониро мемонд ки паҳлавонон бо ҳузурашон ҳам таъби мухлисонро шод гардониданд ва ҳам худ соҳиби тӯҳфаҳои арзишманд гардиданд. азбаски паҳлавонони сангинвазн чандон ҳунари хуби худро нишон дода натавонистанд, аз ҳамин хотир бо қарори якдилонаи соҳибони майдон ва дастгирии мухлисон шоҳҷоизаи дуюм ба номи ду паҳлавони ҷавону сабуковазн ки имрӯз худро хеле хуб нишон доданд гузошта шуд. муҳиддин асадуллоев аз шаҳри Роғун ва Билолиддини Салим аз ноҳияи Ховалинг ба майдон баромада барои гирифтани шоҳҷоиза автомашина мубориза бурданд. ҳар ду ин паҳлавон мухлисонро зиёд мунтазир накарданд. дар кӯтоҳтарин фурсат бо як партофти олӣ муҳиддин асадуллоев ҳарифро ба тахтапӯш афтонда барандаи мукофоти олӣ шоҳҷоиза гардид. пеш дар кӯдакиёмон дар шаҳри Роғун ба гӯштингоҳ мерафтем, майда будем, мерафтем дастболо мешудем, иштирок мекардем, дастболо мешудем. натиҷаи ҳамон буд ки мо дар ин гӯштингоҳ ба садовори шоҳҷоиза шудем. тӯли 12 сол аст ки ман шуд тамрин карда истодам. имрӯз дар ноҳияи восеъ дар деҳаи чуқурак гӯштини баргузор гашт ки ман тавонистам бо 10 нафар паҳлавон ғолибият ба даст овардам, то шоҳҷоиза мубориза бурдам. мутаассифона дар шоҳҷоиза бохтам. аз ҳунарнамоии худам ман қонеъ ҳастам. дар мусобиқаҳои дигар кӯшиш мекунам ки ғолибият ба даст оварам. бо ҳамин мусобиқаи гӯштингирӣ дар ҷамоати миралии маҳмадалӣ ноҳияи восеъ ба нуқтаи ниҳоя расид. умед бар он мебандем ки ин мероси ниёгон ки сулолаи паҳлавонӣ унвонаш мекунанд ҳазорсолаҳои дигар идома меёбаду бо ҳамон ҷаззобияту анъаноти некаш бо шукӯҳу шаҳомати тоҷикона баргузор мегардад.